بینندگان عزیز سلام. برنامه امشب جشن هنر اختصاص داره به یکی از برنامه‌هایی که میدونم مورد پسند و علاقه اکثر شماست، برنامه موسیقی ایرانی. اگه به خاطرتون باشه چندی پیش هم برنامه داشتیم درباره موسیقی ایرانی که در اون از هنرمندان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی برنامه اجرا شد و البته برنامه که اونها در جشن هنر شیراز اجرا کرده بودن. امشب هم برنامه اون اختصاص داره به برنامه که هنرمندان رادیو در جشن هنر شیراز اجرا کردن. میدونید که همیشه در جشن هنر شیراز چه قبل و چه امسال موسیقی ایرانی جای خاصی داشته و هر شب در حافظیه هنرمندان ایرانی، هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی شور و حال فراوانی برپا می‌کردند. در برنامه امشب ما آقای هوشنگ ابتهاج سرپرست واحد موسیقی رادیو شرکت دارند، آقای لطفی که نوازنده تار هستند و در برگزاری برنامه که امشب ملاحظه خواهید فرمود در دهمین جشن هنر شیراز اجرا شده سهم مهمی داشتن و آقای شجریان که همه شما با صدای گرم ایشون آشنا هستید. من قبل از اینکه برنامه رو به طور کامل شما مشاهده کنید سوالاتی دارم از آقایون و بعد هم برنامه رو خواهید دید. در اجرای اون سهیم بودن از آقای لطفی تقاضا کنم که در مورد این برنامه توضیح بفرمایند که اصلا برنامه در چه دستگاهی بود، چه جوری اجرا شد، محفوظ اجراش. والله امسال من و دوستم آقای شجریان و آقای فرهنگفر که متاسفانه نتونستیم پیداشون کنیم که اینجا تشریف بیارن ما تصمیم گرفتیم که برای جشن هنر امسال دستگاه راستپنجگاه رو انتخاب کنیم برای ارائه. البته با اینکه فرصتمون خیلی زیاد نبود، تقریبا شاید 10 روز بیشتر فرصت نداشتیم و دور هم جمع شدیم و به اتفاق روی راستپنجگاه یه مقدار اتود کردیم و ضبط کردیم و کار کردیم و تدوین کردیم برنامه رو که به چه صورتی گوشه ها پشت سر هم قرار بگیره و برنامه راستپنجگاه رو تهیه کردیم. خوبه که بگیم که چرا که این دستگاه رو انتخاب کردیم. می‌بینیم که راستپنجگاه سالیان درازه که به طور کلی اجرا نمیشه به وسیله نوازندگان و خوانندگان. دلایل خیلی زیادی داره که یکی از دلایلش اینه که این دستگاه فراگیریش خیلی مشکله، برای اینکه تمام دستگاه‌های دیگه و مایه‌های ایرانی دیگه رو در خودش داره و خیلی گوش باید حساس باشه که تشخیص بده که یه موقعی در دستگاه دیگه وارد نشه، برای اینکه تا بخواد پاشو از یه حدی فراتر بذاره به ماهور شباهت پیدا میکنه، بخواد یه ذره پاشو فراتر بذاره وارد همایون میشه، وارد سگاه میشه، وارد بعضی از گوشه‌های دیگه دستگاه‌ها میشه. در نتیجه خیلی کار مشکلیه، ولی به هر حال یه سری باید این کار شروع میکردن و این قرعه به نام ما افتاد و ما گفتیم خب به هر حال ما با اینکه تجربه‌مون خیلی کمه از راهنمایی‌های استادامون جناب آقای برومند و آقای عبدالله خان دوامی کمک میگیریم و به هر حال این برنامه رو به یه طریقی تهیه میکنیم. این برنامه رو از نظر خوانندگی آقای شجریان خیلی دقیق فرا گرفتن و از نظر ریتم آقای فرهنگفر خیلی زحمت کشیدن و این برنامه رو به طور کلی چندین بار اجرا کردیم، چندین بار روش فکر کردیم و شنیدیم، خیلی دفعات مکرر شنیدیم و در حقیقت همه ما به عنوان یه شنونده اول این برنامه رو گوش کردیم، بعد ایرادا رو خودمون گرفتیم تا حدی که البته سواد و آگاهیمون به ما اجازه میداد و یه برنامه تقریبا احساسی به وجود اومد. میگم احساسی به این خاطره که خیلی ما مجبور بودیم در دستگاه راستپنجگاه تابع قواعد و مقررات موسیقی اصیل ایرانی باشیم که خیلی مقررات بسیار حساسی داره
اگر آدم بخواد واقعا موسیقی سنتی با ریشه ای رو ارائه بده، اگر نه بخواد که یه موسیقی بی ریشه رو ارائه بده که خب دیگه به هر حال ثوابتی نخواهد داشت. راجع به تصنیفی که خونده شد و همچنین راجع به اشعار برنامه اگه ممکن توضیح بفرمایید. تصنیف بسیار زیبایی بود که گفتید تصنیف خیلی قدیمی بوده، قبل به من گفتیم. تصنیف ما فکر کردیم که بتونیم تصنیفی رو در راستنجگاه بگنجونیم. تصنیف در راستنجگاه اینجور که من کار کردم پلو اساتیدم میگن که ما در راستنجگاه تصنیفی نداریم غیر از یک تصنیف که مرحوم میرزا عبدالله میخونده که اون تصنیف خیلی کوچیکه و خیلی 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 کوچیکه که ارائهش خیلی کمک نمیکرد به ما و ما فکر کردیم که برای تصنیفی رو انتخاب کنیم که بتونیم منتقلش کنیم به دستگاه راستپنجگاه و تصنیف اصفهان رو انتخاب کردیم که آقای شجریان وقتی که به قسمت چکاوک که میرسن این تصنیف منطبق میشه با فواصل موسیقی راستپنجگاه که ما اجرا میکنیم، یعنی همون فواصل اصفهان منتقل میشه با اختلاف جزئی از نظر پرده‌بندی خیلی جزئی و این تصنیف رو انتخاب کردیم. تصنیف بوتچین بود که اگر اشتباه نکنم اینجور که به من باز گفتن چون همه اینا نقل قولیه این تصنیف مثل که شعرش رو مرحوم ظهیرالدوله سرودن و یعنی بر مبنای شعریشون بوده یا قدیمی‌تر، در حال من دقیق نمیدونم و این تصنیف ما فکر کردیم که به صورت جمعی بعضی جاهاشو تکرار کنیم فقط به خاطر اینکه از این حالت خشک بودن که در این سالیان اخیر به موسیقی ایرانی دست داده بتونیم اینو درش بیاریم و یه حالت جمعی پیدا کنه و کارم میدونه وقتی جمعی پیدا کرد بهتر رابطه برقرار میکنه با مردم و فرازهای آخرشو ما شعر رو به اتفاق آقای فرهنگفر و خود آقای شجریان تکرار میکردیم و من فکر میکنم که این تکرار خیلی کمک کرد به تعادل احساسی برنامه و در حال خواهیم دید و مردم هم قضاوت خودشونو. آقای شجریان قبل از اینکه بریم به استودیو خیلی متشکرم آقای لطفی. قبل از اینکه بریم به استودیو شما گفت آقای لطفی من گفتم که خیلی این دستگاه مشکل خوندنش و چند ساله که سابقه نداشته کسی این دستگاه رو بخونه. واقعا از نظر شما چطور بود؟ خیلی مشکل بود؟ خوندنش خیلی مشکل نیست ولی فراگیریش مشکله. بالاخره تا الان یاد بگیره همونجا که یاد گرفت بالاخره ساده است. اما اون چیزی که کارش رو مشکل میکنه امکانات صداست که اگه یه خواننده نتونه بم و زیل رو بخونه در پشت سرم به اصطلاح این دستگاه نمیتونه خوبی ارائه بده چون در بعضی جا خواهید دید که با یه تحریر که از بالا شروع میشه میاد پایین دوباره باز میره بالا در اکتاو دیگه قرار میگیره خیلی کار میخواد و مشکلیش از این جهته که چون دائم هی مایه عوض میکنه هی کوک عوض میکنه یه پاساژایی داره که از یه گوشه به گوشه دیگه باز رفت و در ضمن در چارچوب راستپنجگاه باشه اینها باعث شده که چون این مایه عوض میشه باید گوش خیلی قوی لازم داره که حتما خواننده زیاد کار کرده باشه و گوشش قوی باشه چون نوازنده بالاخره باز یه پرده‌هایی در دستش هست اما خواننده حتما بایستی گوشش عادت کرده باشه که این پرده‌ها بتونه به جا بگیره. اشکالش از این جهته و یک مقدار هم از نظر اینه که فرض کنید اگه ما ابوعطا رو چندین جور خوردیم تا حالا سیگار رو چندین جور خوردیم برای که خیلی بیشتر از این شنیدیم اما راستپنجگاه من از یه نفر شنیدم از آقای عبدالله خان دوامی که استاد بنده بودن و از ایشون نفر گرفتم از کس دیگه من راستپنجگاه نشنیدم که بتونم از اونم یک چیزی کسب کرده باشم و به اینجوری هم نمیشه آدم از خودش یک چیزایی به عنوان بداهه بیاره توی دستگاه مگر اینکه سالم یادش باشه زندگی بکنه تا بتونه یه کاری بتونه بکنه که در چارچوب راستپنجگاه باشه و با ماحول اشتباه نشه. من فکر می‌کنم به تعریفی که شما از این برنامه کردید و واقعا هم تعریف داره بینندگان از این هم به بی‌صبری منتظرن که برنامه رو ببینن. من خواهش می‌کنم که دیگه در همین صحبت کوتاه می‌کنیم و خواهش می‌کنم از شما به برنامه توجه بفرمایید. برنامه در حافظی ضبط شده و شما رنگی خواهید اگه تلویزیون رنگی داشته باشید. در همین جا تا برنامه آینده با شما خداحافظی می‌کنم. شبتون خوش.